کیت PRP. امروز میخوایم بایوفیلر تزریق کنیم. اول PRP رو تهیه میکنیم و تبدیل به بایوفیلر میکنیم و تزریق میکنیم. امروز با من باشین تا تمام مراحل تزریق بایوفیلر رو بهتون نشون بدم. اگر که تو حالا ویدیو معلوم باشه یه پاف تشکیل میشه که پلاکت هایی هستن که اون ته نشین شدن و این پاف پلاکتی رو ما جدا میکنیم و داخل دستگاه بایوفیلر قرار میدیم.